آقا مشروب سرو نمیکنن؟ نخیر. بله، در کشور آلمان کارخونه مشروب سازی لوله کشیده از تو کارخونه برده تو ورزشگاه. میتونید اینو شما در آلمان بفرمایید یه مطالعه خفیف بکنید. یه سوالی از تو بکنم. ببین لوله در کجای جهان با لوله لوله رو کشیده برده تا تو ورزشگاه. یعنی یه بلیت میخری واسه اینکه شما بازی رو ببینی، یه بلیت هم میخری مشروب بخوری. اطلاعاتی که به شما دادن به نظر کشور برزیل مگه جام جهانی بود قربون شکل، مگه جام جهانی بود کشور برزیل مخالفت کرد با سرو مشروبات الکلی، گفتن ازت میگیریم نمیذاریم. اما در قطر هم امضا شد، قطری‌ها اجازه ندادن. اما در خیلی از کشورها، ببین در آمریکا و خیلی از کشورها داره سرو مشروبات الکلی الزامی است و دارن میخورن. قربان کجای کاری من حداقل میخوام بگم 10 تا استادیوم جهانو